السلام علیکم شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی، همه شما را خیر مقدم میگیم با روی موج 1050 در برنامه 1001 میده چویده. خواهش میکنم که هر وقتی که در تماس میشوید دوستان عزیز در تماس میشوید، انا شما وقتی که در تماس میشید شما بین همدیگر دوستان یک برادر که در تماس میشه شما فکر اندیشه های برادری که در تماس میشه شما گوش کنید، انا با هم باشید و فکر اندیشه های خودتون رو مثلا میگیم ما چی کنید آشکار کنید فکر بیان کنید. مرحمت. بله ما روی 150 اف ام هستیم. رقم های تلفنی ما 150 میباشه. ما زنگ زنید ما آماده. اگر شما یگان موسیقی گوش کردن خواهید ما موسیقی دلخواه شما را بهر شما پیشکش میکنیم. شما گوش کنید، حلاوت برید و به ما زنگ بزنید. خب دوستان عزیز با زنگ شما رو انتظار هستیم. مرحمت زنگ زنید، در تماس شوید، ما در خدمت شما هستیم در برنامه 1001 میده چویده. یو الهام جان تو آماده شدی شنوندگان تو با ما زنگ زدن. من به تو یک سوال دارم. برای چی سنگپشت‌ها آهسته راه میگردن؟ آهسته راه میگردن برای اون که نمیدونم. برای که نمیدونم. برای که اونها 300 سال عمر میبینن کجا سراسیم بشوند آهسته رفتن میگیرن. بعد یک لطیفه برای شنوندگان تا اون وقتی که در تماس میشوم، انا افندی را گفتن که اگر دنیا در دنیا آب خاک شود شما چی مینوشید؟ است که من دیگر رو با کار ندارم، من چای نوشیده میگردم. زنگ شما رو انتظار هستیم دوستان عزیز شنوندگان عزیز. مرحمت زنگ بزنید، ما در خدمت شما هستیم، ما شما رو گوش میکنیم. بله تلفن ما 150 میباشه. برنامه 1001 میده چویده. اینک برای شما یک سردی تنین انداز صدا میدید گوش کنید. هیچ کس زنگ نمیزنه. یک هفته شد یگو زنگ نشد است. یک هفته شد یگو زنگ نمیزنه. یگو یارو باردار نداری یک گوداک شروع کنی تلفن ممکنه صحبت کنی مخی چیکار نیست برنامه خیلی. دین عبدالجبار بازنازم گفت من لینی 28 به مشهور اتصال. مرحمت ما زنگ شما رو انتظار هستیم دوستان عزیز. مرحمت دوستان عزیز خوب شد یارو دیگه باز برگشتیم به برنامه. بله مرحمت شنوندگان محترم رقم ما 2150 میباشد. زنگ زنید با ما صحبت کنید. مرحمت دوستان عزیز. مرحمت. الو بخابش که تروبکش انا بونا. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید به برنامه 1001 میده چویده که این برنامه رو تمام شنوندگان دوست می‌دارند. مرحمت خوب دوستان عزیز در تماس شدم برادر عزیزی ما. یا استاد گردن کنه شما نمی ققل غلا میگم فشارم بلند شده لکه. خوب کردید که با ما زنگ زد. میگفتید اسم شریف شما چیست؟ اسم چی؟ نام شما. نه یک نام بازی نکنید. نام ما مخفی. نسبتون رو میگفتید. نسبش با چی؟ فامیلیاتون. یک گشک نام فامیلیا بازی نکنید اون برادران. تشکر یگان بوکنیز برنامه آزاد است. هر کس میخواد نامش رو گوید مرحمت، اگر نمیخواد نگوید یگان بوکنیز. خوب دوستان عزیز ما شما رو میشنویم برادر عزیزم. همین که شما تشریف آوردید ما خرسند هستیم. شما با ما زنگ زدید ما به حد خرسندی ما حد و کمال ندارد. شما یگان موسیقی گوش کردن میخواهید؟ یگان موسیقی من با لازم نیست برای که وقتی گوش کردن نیست. یگان دوستاتون را با آزاد روزش تبریک میکنید؟ نه من یگان که با آزاد روزش تبریک نمیکنم. شنونده عزیز شما خوشبختری آدم هست که در همین قدر زیاد آدما در نوبت هستن برای زنگ زدن. شما باری اول و زنگ شما رو ما قبول کردیم. شما خوشبختری هستید که تمام علمی تاجیکستان شما رو میشنوند. مرحمت چی خواهش؟ بله تمام تاجیکستان. از یک واقعه شد. از آمدم بازار کاروان با قدی گویدکا. الو آمدیم گفتم اکو روز کار کنیم شب از بیکاری کاری گفتم. بهترین آمدم بار میگی چی افتاد؟ قبچیق نه کشیلو همیون نشد همیون در درونش باور میکنید 4700 سومانی پول. مهم آدم های با تعلیم و تربیت دیدگی آدم ها وجدان عذاب داد برای هوای گفتم که شما به زنگ زنم. احسن تشکر زیاد برادر عزیز، تشکر زیاد برای چنین کار خیر. و ببینید که بله پیش پای 4700 سامان افتاد میخواد که بسیار باش بر بگردانن. اگر در جای شما اگر یگان کسی گر میشد من 100% باوری داشتم که همین پول رو گرفته در خونه شد یگان تلویزیون میخرید یا که در خونه استفاده میکنه. خود حاضر ما میخواد که ما شما رو ببینیم. زدم من نمیخوام شما ببینم. برای چی؟ یک بار دیگه خواهش میکنم چند سوم میفته؟ 4700 سومانی. در درون همون وای گفته
همیو قبچوق شما قبچوق رو با همیون رو با استودیو بیارید. چی؟ همیون رو با استودیو میارید. هیچگاه این کارو من نمیکنم. برای چی؟ فاطمه من گاوچی قدمی من اینا بسای برمیگردم. نه مقصدی از تلفن هدف کردن اعظم زدن شما چیست شما مقصد شما وجدانم عذاب داده. همین خاطر باش زنگ بزنم از شما خواهش دارم که مرا از خواهشتون از نام ما از نام شما از نام اهل عائله گردکای من یگان آهنگ غم‌انگیزی تأثیر کننده همین دل ریش میکردگی صاحب همین همیان صاحب همین 4700 تومانی من از نام من پیشنهاد کنید. برای چی؟ اگر همین لحظه همین صاحب همین پول من گوش کرده ایستاده باشد این کس سروده گوش کنن و حلاوت برن و تسکین یابن و من این پول مهنت کرده یافتگیر باز راست میرم ماشین بازار یک تا آپل میخرم و در حقی مردک با دعای خوب میکنم. خداوند خیرش زیاده کنه.